این ما دی عبادت های پروردگار به حد میگه به آرامش میرسیم که اگر از آرامش ما پادشاهای ظالم و فرزندایشان خبر میبود با شمشیرهای خود شمشیرها رو میکشین و از ما میگرفتن. نمیتون دستشون به آرامش ما نمیرسه و نمیتون آرامش را درک بکنه. شاید او کسایی که ماتریالیست ها هستند، مادیگرها هستند، این گپا براشون مسخره معلوم شوه، ولی کسی که یک کار را تجربه کرده نباشه واقعا مسخره معلوم میشه برش. او نکرده تجربه، او تنها دید فیزیکی، دید ظاهری داره، فقط هم چیزای ظاهری رو میبینه، هم چیزای ظاهری برش یا آرامش میبخشه یا نمیبخشه یا دیگه هم نارامترش میسازه. مگر او کسی که به پروردگار خود پابند هست، مسیر پروردگار را تعقیب میکنه، ذکر و اذکار و استغفار و تلاوت و نمازش تمامش درست است و هیچگاه غم نمیبینه. غم هم ببینه در مقابلش مقاوم میباشه، در مقابلش ثبات می داشته باشه، در مقابلش انرژی می داشته باشه، نیرومندی می داشته باشه، سقوط نمیکنه، در بنبست قرار نمیگیره. اگر قرار هم بگیره خود را در بنبست فکر نمیکنه که من در یک مشکل قرار دارم. در هر نوع مشکلات که باشه میفهمه که از جانب کسی هست که حالت من رو میبینه.